اگر از این چیز ما میخواستیم استفاده بره، شخصا من همه روز می نشستم همراه شما حرف میزدم. ما استفاده نبردیم. ما داشتیم برنامه ها داشتیم، پیشنهاد کردیم، گفتنی ها هم زیاد بود. شخصا خیلی بنده یک مدتی من ماندم نگاه کردم که چی میشود، چیکار میکنه، همین قدر حرفایی که میزنیم. وقتی مردم میاد که چیکار کنیم، وقتی مردم میاد چیکار کنیم، ما شما را در همون حالت هم که ما یک حرکت سیاسی هستیم که از روزی در میدان سیاسی وارد شدن ما گفتیم که ما میخواهیم انقلاب. هیچ راه دیگر نمیفهمه رژیم، یگان راه دیگرش نمیفهمه. تا زمانی ما بعد دیگرای کار کردن، کجای زاره کردن، کجای صبر کردن، کجای تولا کردن، کجای جنگیدن، همه راه ها را استفاده بردن. خب یگانه راهش با مردم کار کردن انقلاب است. این چیزا ما از روز اول اومدیم گفتیم که مردم اگر که شما با ما باور دارین، اعتماد میکنین، خب دیگر حرکت ها و حزب هم هست، باور میکنین، پیگیری کنین، یک فکری درست بگیرین، لازم کدام برنامه را میدونین، هیچ کسی شما را خب یعنی که یک فکری نادرست در همین شب و روز تقریبا بله مشاهده میشه، بعدن آمارهای دروغ، بعدن چیزهایی که قابل قبول نیست میشود. اما به هر حال آخری گپ همی است که از همین رژیم باید که ما و شما چی میشیم؟ آزاد بشیم. شما را تا امروز ما وقتی که خب سالهای آخر که دعوت داریم، صحبت داریم، کجای شنیدن که مفته باشه مردم برین شما میدان، ما نفتیم، ما چیزهای عادی ترین، آسان ترین پیشنهاد داریم در تمام موضوع ها. کار یک حرکت سیاسی تنقید کردن است، کار ما فقط ششتن تنقید کردن است. یک حرکت سیاسی کوشش میکنه که پیشگیری کنه بعضا مصیبتی که بالای مردم میاد. آیا ما نکردیم؟ سخنهای ما را کجای پنهان کرده؟ تمام سخنهای ما با پلیلیست ها با چیزها همش در همین کانال هست، همش هم میتونیم پیدا کنیم. ببینید که چقدر موضوع ها را ما خواستیم پیشگیری کنیم با شما مردم، یعنی که هماهنگی کنیم، یک جایی کار کنیم تا که اون مصیبت ها بالای ما و شما نیاد. آخرانش همین بود کووید 19. ما پیشنهاد کردیم که مردم همین راه ها را ما استفاده بریم، شاید داخل هم بشود، چون علاقه در اطراف ما همه همسایه هست گرفتار این شدن بشوند، لیکن تلفات کم می شود. امروز ببینین که حالت چه شد. تمام مردم، کسی نیست که یک دوست، یک عزیزی چه از دست نداده باشه. کسی نیست. من نمیدونم کسی را که میدونم، میشناسم، میبینم یک نفری را از دست داد. یک همسین باشه، دوست باشه، همسایه باشه، یک کسی را از دست داد. وقتی مردم شما میگن که چیکار کنیم، کی میکنیم، پس باید وقتی که از اون طرف یک احمقا جمع شدن حرف میزنن، از این طرف نفرهایی که شما دیگر نفرهای خب مکلفین، میفهمین دیگر بد چی است، خوب چی است، درست چی است، نادرست چی است، سیاه چی است، سفید است چی است. پس انتخابی درست کنین. ما چیزهای عادی ترین، آسان ترین پیشنهادتان میکنیم. ما گفتیم که حرکت سیاسی که ما همه وقت از انقلاب حرف میزنیم، ما گفتیم که در همین شب روز ما انقلاب نمیخواهیم و ما انقلاب هم کردنی نیستیم در همین شب روز. برای چی؟ برای ما انقلاب با مردم میکنیم. انقلاب ما انقلاب مردمی میشود. ما اگه برنامه نداریم که وین پیروارد کنیم، نه، ما چیزا نداریم. برنامه ما انقلاب مردمی هست. در این شب روز طلب کردن، کار بردن، مردم وارد کردن میدان، یعنی که این خیانت، یک جنایت بالای مردم است، مردم کشتن است در همین شب روز. یعنی ما همه وقت میگیم که ضرر اساسی که مردم میبیند در یک جا سرجم آمدن است. پس انقلاب بدون مردم که نشود نمیشه که مردم در یک جا سرجم نکنه. این شب روز سرجم کردنش این جنایتی مردم است. هر کسی که میکنه، چه رژیم باشد چه ما باشیم، کار نیستیم. خوب میدونیم، میفهمیم که سخنها را ما زده بدیم و ما سوی استفاده از این وبا نبردیم. ما چیزهای درست پیشنهاد کردیم، اما رژیم گوشه گرفت و مردم به پروایی کرد و امروز مردم میبرویند چیکار کنیم؟ اون چیزهایی که ما پیشنهاد کردیم در این شرایط ما گفتیم که از خانه هاتون نرین، هر جایی که ماندگی هستین امروز تلفن دارین، اینترنت دارین، نوارهاتون رو روان کنین، با رسانه ها، با حزب و حرکت گروه هایی که هست، با کسی اعتماد دارین.
روان کنین. خب من شهروند تاجیکستان با کنسولگرایی یا با فلان زنگ زدم، کسی در قصه من نیست، در پرود من نیست، در این پاسپورت من نویسنده شده است که ما شما را نگاه میکنیم. همه قدر چیز اگر که اینا نکنین، عادی ترین کار که نکنین، پس چی گیله از حرکت های سیاسی؟ چی گیله از حرکت های سیاسی؟ حرکت های سیاسی همه وقت شما یک برنامه خوب پیشنهاد میکنن مردم، یک برنامه خوب یک برنامه عادی‌تر، آسان‌تر پیشنهاد میکنن. ما حتی گفتیم که اگر نفرهایی که ترس دارن میترسن، خطانه ما نماینده‌مون روان میکنیم. ما در تمام کشورها نماینده داریم، تقریبا روان میکنیم نماینده‌مون، اون حرف میزنه، از نام شما حرف میزنه، دعوت میکنیم، طلب میکنیم. بود خب در این یک موضوع دیگر هم هست که حرکت سیاسی گروه بسیار شما یگان کسا کمک کردین، میکنین نمیکنین. اساس ما خواستیم که مردم طلب از رژیم بکنن، هر چه که باشه رژیم خودش باید که در یک حالتی باید بیاریم که دیگر امروز مردم تیار خری کنن و رژیم زحمت بکشه. امروز ساعت شما است. این سخنانش ما شنیدیم، اما نمیشود، واقعا نمیشود، نشید. بالاخره ما مجبور هم شدیم که بکنیم. چگونه پیشترم گفتیم، امروز هم میگیم ما هم توی حرکت سیاسی ما بودجه کشور در دستمون نیست، در دستمون نیست که ما مردم تامین کنیم. یک دویمش ما او کاری را انجام نمیتیم که ما یک کارت بکشیم از خود مردم که در حالت بد است جمع کنیم و برای در خود مردم بتیمش. ما از این چیز خودداری کردیم. ما چیزی که بود خودمون، حرکت سیاسی گروه بسیار خودش مبلغ جمع کرد، قوت به توانایی جمع کرد، کوشش کردیم در جای بود که باز برادرها، رفقای نزدیک، طرفدارا هم رامدن سهم گذاری کردن. خب همون چیزی که بود در جایی که لازم دونستیم، نفرهای خودمون، ما نفرهای کم هم نداریم در کشورهای گوناگون، نفرهای خودمون و مردم هم کمک از قوت به توانایی کردیم. اما در جایی بودن که مردم کمک میکنی، میگو که هموطن ما شما را میتونیم، همین جمعیت که هستین ما شما را میتونیم یک هفته کمک کنیم، چون ما نداریم، ما ندزدیده ایم، ما مال مردم ندزدیده ایم، ما نداریم و همین چنین زور است. ما چون شما هم تنها نیستین، فردا با دیگرها هستن، دیگر چیزا هستن، کسا هستن. یک هفته ما شما را کمک میکنیم. خب بیا راه بهترش این است که ما قضیه شما را برداریم. مثلا شما 50 نفرین، 30 نفرین در نای جنگل یا که در نای پدول در یک جای، ما از حکومت طلب میکنیم، مجبور میسازیم، شما را میبریم در یک کاری که قرقیزستان کرد، ازبکستان کرد، میبریم یک گاستینچه را اجاره میگیریم، در اونجا جاتون میکنیم، ماهانه خوراک همه چیز تامین میکنیم. نه برادر، التماس لازم نیست. برای چی لازم نیست؟ برای چی لازم نیست؟ برای چی؟ برای کجای قدر ترسو بودن حیران میشم. برای چی این قدر ترسو باش؟ سبب در چی است؟ برای چی آماده هستی که طلب کنی از یک نمیدونم بیچاره دیگره که خب بیار نیمی نون تمر بده، من گرسنه‌ام، برای بنویسی زاره کنی در همینجا سومن پرتوین گرسنه‌ام مده پرتوین. این کار را ببینی آماده برای در جنگل بخوای، میبینن میگن که شهروند تاجیکستان در کوچه خواه، در این چیز آماده هستی، در این چیز تیار هستی، حقیقتا میترسی طلب کنی. کی خیلی تربیت داد؟ کی؟ من عیب اساسی را در خاندان میبینم. خانه، پدر و مادرها فرزنداتون ترسو تربیت نکنین. نفر ترسو نمیرسه به جای، نمیرسه. عاقبت ترسو خیلی بد است. از وقتی که شما فرزنداتون ترسو تربیت میکنین، نه تنها خانه شما، عائله شما، بلکه کلی جمعیت ضرر میبینه. امروز ما دیدیم که چی است. همسایه کشور ما قرقیزستان یک چند سال پیش ما بودیم در اون منطقه، میدونستیم چگونه بود. یک چند سال پیش خب نمیرسم به عزت اون نفرها. امروز میدروین، هر وقتی که میخواهند در زمینتون میدروین، ظلمتون میکنن، میکشنتون، میپرن، قتلتون میکنن. دیروز و در روز جشن سرحد بانو هم
برآمدن، باز هم ظلمتون کردن، باز یک مادر دیگر را تیر زدن. کو ناموس، کو ناموس. سببش در چی است؟ چون که در عائله ها امروز ترسو پدر مادر رو تربیت نمیکنن. پدر مادر میگه که بره قطینه برادرت که به سرت اومده است بلیت بگیرین از جای برین، سرت خم کار کن. تو اونجا کار کنی میره، جنگ نکنی. کسی زده که سرت خم که ملی سر دیدی جاگه بشه، گپی زیادی نزه، یکی دیپورتت میکنه میگردی میای در این اینجا با گرسنه در پیش ما میستی. تا برا اونجا کار کن، مبلغ روی کن. ما در اینجا بگیریم خب قومی میخوایم زندگی آرام، بعضی نفرمون بریم رقص بازی مدای خونی کنیم، دخترامون رو ببروریم جنبان و غیره و کذا. سخت میرسه، بله سخت میرسه، لیکن چنین است. متاسفانه همین است. متاسفانه همین است. سبب چی است؟ ترسو. سبب ترسو بودن است.